در سیارات دیگر بارش چگونه است؟ وقتی درباره بارش در دیگر سیارات از شما سوال می شود، کاملا حق دارید که بلافاصله به یاد آب بیفتید، اما در اشتباهید. زمین تنها سیاره است که آب مایع دارد. در حقیقت پدیده بارش باران از ابر در دیگر سیارات هم وجود دارد، اما این بارش ها دیگر باران نیست. حتی نزدیک به آن هم نیست. اینجا بر روی زمین، ما انسان‌ها به نوع خاصی از بارش باران عادت کرده ایم، اما بهتر است به موادی که در دیگر سیارات باریده می‌شوند نیز نگاهی بیندازیم. بارش در سیاره زحل سالانه حدود 1000 طن الماس بر سطح زحل می‌بارد. البته این در حد یک تئوری است و از سوی محققان ناسا عنوان شده است. بر اساس یافته‌ها به احتمال زیاد در سیاره زحل، نپتون، مشتری و برخی دیگر از سیارات باران الماس می‌بارد، اما شرایط زحل برای این بارش‌ها از سایرین بهتر است. بارش در سیاره زهره. در زهره بارش باران از جنس اسید سولفوریک بسیار داغ را داریم. اتمسفر زهره پر از ابرهای اسید سولفوریک است، اما از آنجا که سطح سیاره دمایی به اندازه 894 درجه فارنهایت یا 480 درجه سلسیوس دارد، این قطره‌های باران اسیدی قبل از اینکه به گاز تبدیل شوند، خود را به فاصله 15.5 مایلی سطح سیاره می‌رسانند. بارش در مریخ و مشتری. علاوه بر اینها، در مریخ پدیده بارش یخ خشک، در مشتری بارش هلیوم مایع و در خورشید بارش پلاسما وجود دارد، اما هنوز هم زمین تنها سیاره باران‌های آبی است. بارش در تیتان. بر روی تیتان که بزرگترین قمر مشتری است، باران‌های طوفان‌زایی از جنس متان یخزده می‌بارد. همانطور که زمین دارای چرخه آب است، تیتان هم چرخه متان دارد و بارش متان در این قمر فصلی است. متان باریده شده دریاچه‌ها را پر می‌کند. دریاچه‌ها بعد از آن تبخیر می‌شوند و بخار مجدداً به شکل ابرهایی از متان در می‌آید و همه چیز دوباره آغاز می‌شود. از آنجا که دمای سطح تیتان سرد منفی 290 درجه فارنهایت یا منفی 179 درجه سانتیگراد است، متان در این سیاره به حالت مایع در می‌آید. کوه‌هایی از یخ جامد نیز در این قمر مشتری مشاهده می‌شود.